مادر، چه خیلی کلمه شیرین و دلانگیز است. وقتی که مادر میگوییم، تمام بدن و روحمان را یک احساس خوب فرا میگیرد که ما از آن حلاوت میبریم. مادر و مثل زمین یکتا است و محبت او برای ما فرزندان بیکناره و جاودانه است. یک شبه رنجی که مادر کشید، با دو جهانت نتوان برکشید. ایا مادر، تو را یاد کردم، در تنهایی چشم میپوشم و صدای خندت به گوشم میرسد. وقتی که چشم میگشایم، این صدا خاموش میگردد، زیرا این صدا تصور از خاطرم بوده است. تو را یاد کردم مادر، چگونه سخنها برایت بگویم تا تو در نزدم حاضر شوی و تو را آغوش گیرم، سرم به بالین کفتفانت گذارم، راحت کنم. آه مادر، چشمانم از یاد تو همیشه نم است. چقدر وزنین، چقدر مشکل دوری از تو را یاد کردم. بیا مادر، دست به سرم بگذار، دلی مثل موج‌های دریایی پرتلاطف گشتم را آرام نما. بیا که من با تو راز دل بگویم. ای رحمت خداوند، تو بزرگترین شخص حیاتی، زیرا با این همه بزرگی مرا بخیل کردی. ای جنت پروردگار در روی زمین، تو وسیله خوشبختی حیات من، زیرا تو مرا بزادی. بهر من شبها در سر گوهرم نشستی، به خوابی کشیدی. تو جویبار شیرت را از من دریغ نداشتی. تو را یاد کردم مادر، تو مثل گل هستی که از بوی خوشت جهان معطر است. ایا مادر، تو را یاد کردم. از این دوری دلم شکست است، مثل نماز مسافر.